نادرشاه وقتی واسه جنگ داشته میرفته هندوستان، تو راه یه بچه‌ای رو میبینه که دستش قرآنو داره میره کلاس درس. صداش میزنه میگه بیا اینجا ببینم امروز چه درسی رو قراره بهتون یاد بدن. میگه که میخوان سوره فتح رو بهمون یاد بدن. نادرشاه اسم این فتح و پیروزی رو که میشنوه خوشحال میشه، یه سکه طلا به این میده و یه جورایی اونو تعبیر موفقیت خودش تو جنگ میدونه. بچه میگه که مرسی من این سکه رو نمیخوام، برمیگردونه بهش. نادرشاه میگه چرا نمیخوای؟ میگه آخه اینو ببرم خونه مادرم اینو میبینه ازم میپرسه اینو کی بهت داده. نادرشاه هم میگه خب بگو نادرشاه بزرگ اینو بهم داده. میگه که نه آخه مامانم فکر میکنه بهش دروغ میگم، چون میدونه اگه نادرشاه بخواد به کسی هدیه بده یه سکه نمیده، یه کیسه سکه میده. نادرشاه هم وقتی این جمله رو میشنوه دستور میده که کل جیبای این بچه رو پر از سکه طلا کنن. اصل داستان خداست. وقتی طرف حسابت خداست نگاه نکن به اینکه تو چه ناتوانیایی داری، الان موقعیت چجوریه، چه ضعفایی داری، ازش زیاد بخواه. خودش هم میگه من به آدما بی حساب کتاب میبخشم، تو هم ازش بی حساب کتاب بخواه.